در قلب صحرای نوادا، جایی که چراغ‌های نئونی تا بی‌نهایت می‌درخشند، سازه‌ای قد علم کرده که نگاه هر کسی رو به خودش خیره می‌کنه. اینجا لاس وگاسه و این The Sphere، بزرگترین کره الیده جهان. شاید از دور شبیه یک سیاره غول‌پیکر به نظر برسه، اما این سازه فراتر از یک ساختمونه. این یک تجربه کامل از هنر، فناوری و معماری در قرن 21. دسفیر در شرق خیابان مشهور لاس وگاس استریپ درست کنار هتل ونیشن قرار داره. ارتفاعش بیش از 112 متر و قطر عمق 157 متره، یعنی تقریبا به اندازه برج 30 طبقه. اما چیزی که این سازه رو به یک نماد جهانی تبدیل کرده، نه فقط اندازش، بلکه سطح بیرونی اونه. جایی که بیش از 1.2 میلیون پنل LED با هم ترکیب شدند تا نمایی پویا، زنده و بی‌نظیر بسازن. این نمایشگر میتونه هر چیزی رو نشون بده، از یک چشم غول‌پیکر که به خیابون نگاه میکنه تا کره زمین، ماه، توپ بسکتبال یا حتی طرح‌های خلاقانه‌ای که با هر رویداد تغییر می‌کنند. ایده ساخت این شاهکار در سال 2018 مطرح شد. شرکت پاپولس که پیشتر ورزشگاه‌ها و سالن‌های بزرگ زیادی طراحی کرده بود، مأمور شد تا پروژه‌ای بسازه که مرزهای تکنولوژی و معماری رو جابجا کنه. این کار ساده نبود. ساخت چنین سازه‌ای به بیش از 30,000 تن فولاد و هزاران متر مکعب بتون نیاز داشت. ساختار این کره در واقع دو پوسته جدا داره. یکی برای نمایشگر بیرونی که از هر نقطه شهر دیده میشه و دیگری برای نمایشگر داخلی که کیفیت اون به 16 کی میرسه. یعنی تصاویر با وضوحی فراتر از هر سینمایی که تاکنون دیدید. وقتی وارد دسفیر میشین، اولین چیزی که نفستون رو میبره همون نمایشگر داخلی عظیمه که تمام میدون دیدتون رو پر میکنه. سالن ظرفیت 18600 نفر رو داره، اما حتی در شلوغ‌ترین حالت تجربه هر نفر شخصی سازی میشه. اینجا از فناوری صوتی پیشرفته به نام بیم فورمینگ استفاده شده. به این معنی که صدای اجرا دقیقاً به سمت صندلی شما هدایت میشه. انگار کسی در گوشتون زمزمه میکنه. به این ویژگی سیستم ارتعاشی صندلی‌ها و افکت‌های حسی دیگر رو هم اضافه کنید. تغییر دما، بوی خاص و حتی وزش باد. همه برای اینکه اجرا رو با تمام وجود حس کنید. دسفیر در سپتامبر 2023 با اجرای گروه افسانه یوتو رسما افتتاح شد. این اجرا که بخشی از برنامه یووی اختون بیبی لایو بود، نشون داد که این مکان فقط یک سالن کنسرت نیست، بلکه یک سفر چند حسی به قلب موسیقی یا تصویره. تماشاگرها در همون اجرای اول فهمیدن که اینجا نقطه عطفی در صنعت سرگرمیه. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. حتی وقتی هیچ رویدادی در حال برگزاری نیست، دسفیر خودش یک جاذبه گردشگریه. شبها هزاران نفر در خیابون جمع میشن تا شوهای نورانی روی سطح اون رو تماشا کنن.